امروز من یه کاری داشتم، رفتم دکتر. بعد چون برف اومده بود کفش منم کثیف شده بود و رفتم تو مطب و همه جا رو گلی کردم. بعد یه خانومی شروع کرد تی زدن اونجا رو تمیز کردن. دیگه من کارم تموم شد اومدم بیام بیرون، یه انامی انداختم تو اون ظرفه. بعد به دکتر گفتم که اینو بدید به اون خانومه. بعد یه لبخندی زد و گفتش که اون خانومه همسرمه، هم دکتره اینجا و همین که نماینده مجلسه همزمان. بعد من همینجوری رفتم تو فکر رو اومدم پایین وایسادم، تو شوک بودم. یه چند دقیقه گذاشتم این خانوم اومد سوار دوچرخش شد و کلاشم گذاشت و رفت. میخواستم ببینم اگه تو ایران یکی نماینده مجلس باشه همزمانم دکتر باشه چجوری میره این ور اون ور، و این تفاوت رو کامنت کنید. میخوام ببینم فرق بین ملت ایران و فرهنگش با آلمان چیه، چقدر تفاوت وجود داره.